اومدیم به یکی از پارک‌های شهر مانیسا، جایی که شنیدیم یه خانواده ایرانی به این پارک اومدن، اینجا سکونت میکنن با 5 تا بچه. هدایاشون رو بهشون بدیم ببینیم به چه صورت هستن. بریم پیششون. به خاطر اینکه بچه‌ها نتونستن از مانیسا به شهر بالیکسیر بیان، ما فراهم کردیم که بتونیم بیایم کنارشون باشیم و اینکه الان پیش خانواده‌ای میریم که شرایط مالی خیلی خوبی ندارن، شرایط پناهندگی خیلی سختی دارن، خونه ندارن و خب همونطور که میبینید داخل پارک باشون قرار گذاشتیم تا ببینیم و هدایا رو بهشون تقدیم کنیم. تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه و داره بالای کوه پناه جون قوچه. خیلی ممنون که زحمت کشیدین. دستتون درد نکنه. همیشه از بچگیم تو همه سختی‌ها با آهنگای آقای ابی من زندگی کردم، گریه کردم، خندیدم. همیشه آرزو داشتم یه روزی ایشونو ببینم. هیچ وقت اون آرزو برآورده نشد، ولی امروز هدیه ابی به ما رسید. این واقعا نمیتونم حرف بزنم، انقدر که شوکه شدم. اصلا دیدم تمام بدنم داره میلرزه. خیلی دوستتون دارم ابی جان. خانم مهجید ازتون سپاسگزارم که تو این شرایط به فکر ما بودین. این برای ما خیلی مهمه. درسته در بدریم، درسته خونه ندارم، هویت ندارم، هیچی ندارم، همه چی الان برای من به بنبست خورده، ولی این کار شما یه روزنه، یه امیدی تو من روشن کرد که یه کسی اون سر دنیا، اونم کسی مثل ابی عزیز، مثل مهجید نازنین، خیلی ازتون ممنونم. واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم. خدمت آقای مظفری اومدیم برای دخترشون، اومدیم تا هدایای بنیاد باتو رو براشون بیاریم و ازشون دیدار کنیم. خوشحال شدی؟ آره؟ بگو مرسی. به آقای بی بوس بفرست. بازم آقای ابی دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، هر چی از خدا آرزو دارین بهتون بده. از این هدایاتون بچهای ما رو نگاه میکنین خیلی ممنون و متشکرم. دست گلتون درد نکنه. حالا از نزدیک میخواستم ببینمتون، خیلی آرزومونه، ولی دیگه این نصیب ما میشه یا نمیشه رو نمیدونم. بازم دستتون درد نکنه. دوست دارم هر سال دیدم که مثلا بچهای مانیسا رفتن کنسرتتون، دوست دارم منم این دفعه باشم. همچنین از هواپیما میترسم ولی به عشق شما میام اگه دعوت کنی. از آقای ابی و بنیاد باتو خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنونم. ان شاءالله که از نزدیک ببینم.